دهند. سوال این است که آیا چنین پولگذاری و پول کار کردن از این راه حلال است یا حرام؟ و آیا این در قماری که خداوند آن را حرام کرده است داخل است یا نه؟ الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله، اما بعد. برادر سوال کردند که برنامه است با نام ادین اکس بیت. مردم در آن به نام یک گروه فوتبال یا دیگر ورزشگران یک مقدار پول میگذارند. اگر غلبه کردند از این پولگذاریشان مبلغی به دست می آورند و اگر نه پول گذاشتهشان را از دست می دهند. سوال این است که آیا چنین پولگذاری و پول کار کردن از این راه حلال است یا حرام؟ و آیا این در قماری که خداوند آن را حرام کرده است داخل است یا نه؟ جواب بنده والله اعلم این است که چنین پولگذاری و پول کار کردن از این راه حرام و ناجایز و موجب غضب پروردگار بوده گناه کبیره به شمار می رود و انسانی که به چنین کار دست میزند فاسق و فاجر به شمار می رود. چنین راهی پول کار کنی عین قمار است، چون که معنی قمار هر گونه بازی است که برد و باخت داشته باشد، یعنی طرف در بازی غلبه کرده فایده میبرد و طرف دیگر بای داده زیان میبیند، خواه خودی بازیگران پول گذارند و یا دیگران. چطوره که در برنامه ادین اکس بیت غیر بازیگران پول میگذارند، یعنی مخلصان پول میگذارند و از آن فایده میبرند. خلاصه هر نوع بازی که بازیگران پول گذارند یا مخلصان فرقی ندارد و همه اینها در قمار داخلند که خداوند آن را در قرآن عظیم الشأن به صراحت منع فرموده است. خداوند در آیه 90 سوره مائده می فرماید: استعیذ بالله یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. صدق الله العظیم. یعنی ای کسانی که ایمان آورده اید، همانا شراب و قمار و بتها و تیرهای قرعه پلید و از عمل شیطان است، پس از آنها دوری کنید، یعنی پرهیز نمایید تا رستگار شوید. در این آیت خداوند به صراحت قماربازی را نجس و پلیدی و از عمل شیطان معرفی می کند و در دوام آیت با لفظ فاجتنبوه بندگانش را از آن منع می فرماید. پس ای شخصی که از راه قمار پول به دست می آری و همسر و فرزندانت را می خورانی، آیا فراموش کرده ای که روزی برای این کاری پلید که از عمل شیطان است در پیشگاه خداوند پرسیده می شوی و هیچ جواب نمی یابی؟ آیا فراموش کرده ای که قماربازی گناه کبیره و موجب غضب پروردگار است؟ تو خیال میکنی که خداوند تو را بی جزا میماند؟ خوب اندیشه کن. در کشوری که زندگی میکنی وقت جنایتی را صادر میکنی و قانون شکنی میکنی که آن قانون را بندگان خدا گذاشته اند، حتما تو را دستگیر میکنند و تو را برای این جنایتی صادر کرده‌ات مجازات میکنند. پس آیا تو میدانی که قانون الله رب العالمین پادشاه پادشاهان رو میشکنی؟ از آن نمی ترسی که روز غضب پروردگار دامنگیرت شود و مصیبت و سختی بزرگی را بر سرت آرد؟ پیش از آن که غضب پروردگار دامنگیرت شود، از این کار زشت و عمل شیطان پرهیز نما و توبه و استغفار کرده به سوی الله بازگرد. والسلام علی من اتبع الهدى.